یه بنده خدای زیر آخرین پست من کامنت گذاشته بود که تو هم که مثل بقیه پکیج فروشی، تو هم مثل بقیه کلاهبرداری. رفیق بهت پکیج نمیفروشن چون فقط یه پروازم 600 میلیون پولشه، باید به 300 نفر بفروشم تا پول یه پرواز فرست کلاس من در بیاد. بهت پکیج نمیفروشم چون حالم به هم میخوره درآمد ریالی. بهت پکیج نمیفروشم چون اگه 20 سال پیش بود میارزید، الان دیگه نمیارزه. بهت پکیج نمیفروشم چون من تریدرم، درآمدم مثلا به ریالی دارم دلاری در میارم. بهت پکیج نمیفروشم چون نیازی ندارم پکیج آتو بخری، نیازی ندارم به مردم به کشورم که همینجوری مشکل اقتصادی دارن پکیج 2 تومانی 3 تومانی 5 میلیونی بفروشم. چشاتو باز کن، گوشاتو باز کن، داری به حرف کی گوش میکنی؟ شاید یه مقدار لحنم تند باشه، ولی بعد از یه مدت چرخیدن تو اینترنت خودت هم متوجه میشی که کل این اساطیری که تو اینستاگرامن یه هدفی جز خالی کردن جیبای شما ندارن. عزیز من چیزی هم نمیخوام کامنت کنی، فقط یه چیزی یاد باشه، من بهت پکیج نمیفروشم چون درآمد ریالی که داری ایران در میاری همینجوری کم هم هست. توی هند کارگراش از کارمندای ما دارن قشنگ‌تر زندگی میکنن و پول در بیارن، بعد من بهت پکیج بفروشم؟ رفیق منی که درآمدم از تریده، منی که درآمدم از بازار مالیه، یه نصیحت بهت دارم میکنم. توی این وضعیت اقتصادی تو ایران که الان هممون توش گیر کردیم، فقط یک راه فرار داری، اینه که یاد بگیری درآمدتو دلاری کنی. و سلام.